دوستان خوش آمدید به کانال پخت و بحث‌های خانگی. ما امروز همراه جگر میپزیم با راهی آسان و ملایم پختنش با کارتاشکا و پیاز. محصولات لازمه برای ما من 600 گرم 700 گرم جگر گرفتم، شستم، دو دانه کارتاشکا، دو دانه پیاز، نمک و приправаهای خوشبو کننده. ما کارمان را از اول از بسم الله الرحمن الرحیم سر میکنیم که خداوند فیض و برکتیت به کار ما آبروتیت. من در اول جگره گرفتم، جگرامو با پردش ایروش به نمیخواه پردشه. من هم جای جگره پردشه جدا کنه میگیریم، جاهای سختشه خیلی گرفته میپرداییم. انا می سبب اگر ما پرده جگره جدا کنه پزیم جگری ما ملایمی خوشخوری ساچ نمیاد. امی جگر پردش برای ملایم شدن جگر نمیگذاره. این پرداشه اینطور همیشه کنده میگیریم، کجاش با همین پرده باشه همیشه تازه میگیریم. من جگر پرداش گرفته بار دیگر شروع شدم که ما درازک شکل ریزه میکنیم. خواهید چارکنجه شکل ریزه کنید که من درازک شکل میکنم که باز ملایمی بالا سرم بیاد. همیشه اینطور من درازک شکل میکنم. اینطور من اینطور شروع همیشه درازک شکل ریزه کردم. گوشتی سرخش باشه دیل کمتر دیلم همراه کردم. ما در اول کارتوشکا و پیاز ریزه میکنیم. من با تبرچه ریزه میکنم. میتونید درازک شکل ریزه کنید یا که کوادراتیک چارکنجه ریزه کنید هم میشه، شرط نیه. مانند کارتوشکا بیریان ریزه کنم. من کارتوشکای پیازه ریزه کردم. من دیگه با یک کاولیس روغن گرفتم. اگر روغن داره خواهید اینقدر اضافه روغن همراه کنید. روغنی ما گرم شد، ما جگر می اندازیم. آمیخته میکنیم. ما جگر دو سه مرتبه آمیخته کردیم. اکو بالاش دم داده 5 دقیقه به یک بار کسترولامه کشوده کافته بعد با میپاشیم که ملایم پزد. نگاه کنید خودش اوقای آب جدا کرد. برای با آب همراه کردن لازم نیست. ما دو سه مرتبه خوش رو همه میزربانیم. 5-10 دقیقه بالاش دم کرده میزربانیم که ملایم بیاد. ما الکای من 2 مرتبه دم کرده پختیم 5-10 دقیقه. اکنون پیاز همراه میکنیم. پیاز همراه کرده 2 مرتبه آمیخته کرده باز بالاش میپاشیم. یک مرتبه کفتیم پیازش. ما کارتوشکا همراه میکنیم. نمک، приправаهای خوشبو کننده، زیره خواهید زیره همراه کنید. بار دیگر همیشه آمیخته میکنیم.
نه کартошкаша ممیخته کنیم. نه 5-6 قاشق آب همراه میکنیم. باز هم ساچنی ملایم میده. نه جگری ما چقدر پخته است. ما همینطور 10-15 دقیقه میپزیم بعد کартошкаش زیر کنیم. علابش پستر کنیدم با خوبتر. نه جگری ما هم تیار شد. جگری ما هم تیار شد. نه کمتر پیاز ریزه کردم با اکروپ. با وسطی ملایم اومد. پیازاش نه کартошкаشه میبینیم که چخیلنده است. ملایم جگراش هم ملایم برای فرزندا کلانسال بی حد نست. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، подписаться کنید و یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.